آفرین. یه لطیفه بگو من شاد بشم الان. من الان عصبیم. یه روز یه دونه توکل ببخشید. اگه مثلا برای سوالی جواب نداشتم وقت داداش چیز کن دیگه برو بیرون. اوکی همه اول تا 3 2 شوخی که قرار نیست بکنیم. نه سوالمون اینه که به نظرتون شوخی از رو خشمه؟ شوخی میتونه هم از روی خشم باشه، هم صرفا جنبه شوخی داشته باشه، حتی گاهی جنبه طنز داشته باشه. از نظر شما شوخی از رو خشم ممکنه باشه ممکنه باشه ممکنه نباشه. شوخی اصلا نمیتونه از روی خشم باشه، یعنی دیگه اسم شوخی نیست. اگر شوخی از روی خشم، از روی حسادت، از روی هر کدوم از احساسات منفی باشه تبدیل به تمسخر میشه و خود واژه شوخی یه واژه‌ایه که مثبته و برای ابراز محبت و یا نزدیکی و صمیمیته. راجع به نظر ایشون بگم؟ بله. چیزی که این خانم گفتن راجع به شوخی و وقتی که از احساسات منفی میاد و تبدیل میشه به تمسخر، من اینو کامل موافق نیستم، چون که یه موقعی شوخی ترکیب میشه با احساسات منفی و تبدیل میشه به سارکازم. من سارکازم به فارسی یادم نمیاد، کنم طعنه. کنایه. آره کنایه یا طعنه. بعد این کنایه ها و اینا از همه از این خشم وجود میاد. کنایه آره از روی خشمه. اینکه با کسی با نیش و کنایه صحبت کنیم میتونه الزامان از روی خشم باشه، یعنی حتما یه چیزی باعث ناراحتی شده که حالا دلیل بر این شده که ما به کسی نیش و کنایه بزنیم. یه موقعی با احساسات منفی درونی آدم ترکیب میشه، تبدیل میشه به کنایه، طعنه، لزوما تمسخر نمیشه. و حالا شاید عجیب باشه ولی من خودم سارکازم رو دوست دارم. مثلا شاید معروف ترین شخصیتی هم که پیدا کنیم من نظر سارکازم همون چندلر توی فرندز. من نظرم در ارتباط با صحبتایی که این آقا کردن اینه که تا حدودی باشون موافقم، منتها شوخی کردن باید بر اساس یه سری مرزبندی انجام بشه تو محیط اطراف یا اجتماع ما و شما با هر کسی نباید هر شوخی انجام بدیم. به نظر من خب شوخی هم میتونه از رو خشم باشه، هم میتونه واقعا مثلا خیلی عادی و اوکی باشه. خب بستگی به اون شرایطی که توش هستی و به اون اتفاقی که افتاده داره. خب و اینکه حالا در رابطه بخوام کلی با شوخی بگم، شوخی با هر کس هم به نظر من فرق داره. خب تو شوخی که مثلا با پارتنرت میکنی فرق داره، شوخی که مثلا با پدر مادرت میکنی فرق داره، شوخی که با رفیقات هم میکنی فرق داره. خب هر کدوم جای خودشو داره، هر کدوم سبک خودشو داره و اینکه نباید خیلی هم از حد بگذره به نظر من. به قول گفتنی هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد دیگه و بدونی کجا باید شوخی کنی. بعد به نظرتون شوخی از رو خشمه؟ میتونه باشه، بستگی داره چه آدمی این کار انجام میده. من خودم از رو خشم خیلی شوخی میکنم، به نظرم یه نوعی از تخریبه که خیلی بیشتر از خشم جواب میده. پیشرفته تره. خیلی پیشرفته تره. بعد این شوخی که از رو خشم انجام میدید، من همیشه برام شوخی سالم داریم مثلا ما. شوخی سالم در از شوخی ناسالمن که خیلی خنده داره. آره. شما شوخی سالم انجام بدی خیلی بیمزه است، ولی مثلا اگر که همون خشمی که شما گفتی و با یه قالب طنز بیان بکنی اون خیلی جالب‌تر. طرفم همیشه خدا هر چقدر هم جنبه داشته باشه بالاخره بهش بر میخوره، ولی خب توی اجتماع واسه این که بی جنبه بهش مثلا نگم بی جنبه یا مثلا با این دید بهش نگاه نکنن اونم میخنده و دیگه برای یه جایی میگه که آره مثلا من جنبم بالاست و اینا ناراحت نمیشم، ولی خب طبیعتا مثلا من بیام با دماغ شما یه شوخی بکنم خود ناراحت میشی. تحمل میکنه که آدم با جنبه بنازه. آره. اصلا اوج شوخی اون شوخی ناسالمه. شوخی سالم شوخی محسوب نمیشه واقعا. شوخی آره ناسالم شوخی که شما انجام میدی و طرف 2 ثانیه لبخند میزنه و لبخندش محو میشه. اون لحظه‌ای که نه اون لحظه به فکر فرو میره، چون میدونه اگه دوباره بخواد ناراحتی از خودش نشون بده نوعی ضعفه، پس ناراحتی نشون نمیده، مثلا میخواد سکوت کنه. و این اصلا همین من سوالم همیشه اینه، این شوخی سالم که میگن یعنی چیه؟ وجود من نداره. قبولش ندارم. من احساس نمی‌کنم شوخی سالم وجود داشته باشه.
ایشون باور داشتن که شوخی سالم وجود نداره، یعنی همه شوخی‌ها منشأ خشم. نه من اینجوری فکر نمی‌کنم. به نظرم باحاله که مثلا یه سری شوخی‌ها رو آدم انجام میده صرفا برای اینکه آدم دور همی بگه بخنده خوش بگذره. یه سری شوخی‌ها رو مثلا میشه اینجوری انجام داد، ولی آره یه سری شوخی‌ها هم هستش که منشأش خشم باشه. یه کاری کرده، یه شوخی یکی باهات کرده، دلت میخواد تلافی کنی، دلت میخواد انتقام بگیری، اونجوری هم میشه. ولی اینکه همه شوخی‌ها منشأش خشم باشه نه، به نظر من اینجوری نیستش. یه موقعی میتونه از چیز باشه، از حسادت باشه، از اون کینه باشه، ولی قالبش من فکر نمی‌کنم. قالبش از رو خشم؟ نه. شوخی بس چیه؟ چی؟ خمیره اصلی شوخی چیه؟ خمیر اصلی شوخی صمیمیته به نظر من. آدمی که خیلی شوخه آدمیه که خیلی برونگرا میتونه باشه و آدمیه که میتونه صمیمی بشه، ارتباط خیلی خوبی با بقیه برقرار کنه و آدمی هم هست که اعتماد به نفس بالایی داره. دوستان یه اثر مثبت، یه حال خوبی رو مثلا به اون طرف مقابلشون بدن، به خاطر میان شوخی میکنن. بگن اینکه بگیم مثلا در واقع با نیت خاصی یا با خشم، نه واقعا این نیستش به نظر من. البته گاهن میتونن آدمایی باشن که از روی اعتماد به نفس پایین با بقیه شوخی میکنن که بازم اون تبدیل به تمسخر میشه. خود شوخی همیشه جنبه‌های مثبت داره بیشتر. حتما پشتش منظوری نیست. نه اتفاقا کسایی که شوخی میکنن شاید شوخیاشون شوخی بدی هم باشه یه موقعی، ولی واقعا اینا تو دلشون هیچی نیست. بعد یه موضوعی هم که وجود داره، اونایی که شوخی میکنن اول کارشون رو میکنن، اول حرفشون رو میزنن، بعدن فکر میکنن این شوخی کردم چیزی شوده کاش نمیکردم. ولی متاسفانه مردم اینجوری نیستن. نه دقیقاً. ما داشتم به دوستم میگفتم ما خطاهای شناختی خیلی زیادی رو داریم، آدما همینجوریش تو سوء تفاهمن. بعد اون آدمایی که معمولا الان این شوخی رو میکنن اصلا براشون مهم نیست، خیلی آدمی در لحظه ای هن، خیلی استفاده میکنن از اون حالشون، لحظه ای که دارن شوخی رو میکنه. اون آدمه حالا به خاطر چیزایی درونی که داره، حالا میتونه اعتماد به نفس پایین، عزت نفس پایین باشه، خودگیریش روشن باشه، میگه ببین اینو به من گفت منظورش این بودا، و اصلا بنده خدا اصلا این منظور رو نداشته، یه شوخی باد کرده. ولی خب دیگه حالا متاسفانه خیلی با شوخی طور رفتار کنید زیاد. آره این یه ذره بیشتر چیز میخواد دیگه. حالا شاید همین پادکستی هم که شما میگیری این آگاهی رو بخواد بده به بقیه. بابا شوخی واقعا شوخیه، هیچ چیز خاصی نداره. به نظرم بعضی از شوخی‌ها پشتش یه منظوری هست، یه فکر و خیالی از قبل توی ذهن آدم ایجاد میشه، بعد اون حرف به زبون میاد و به صورت شوخی زده میشه. و این شوخی کمن یا کل شوخی ها همین شکلیه؟ نه، بیشتر بستگی به شخصیت اون آدم داره دیگه. بعضی کلا شخصیت شوخ طبعی دارن و بعضیا نه. مثلا این حرفا اون ناراحتی‌ها رو توی دلشون نگه می‌دارن تا یه جایی به منظور شوخی به آدم برسونن. مثلا بگی که این شوخی رو با من کرد، حتما یه نظری داشته. نه واقعا اینجوری نیست. تو اغلب موارد اینجوری نیست. چون خود من آدمی هستم که شوخی میکنم، ولی حالا من خیلی شوخی نمیکنم، ولی موقعی که شوخی میکنم واقعا هیچ قصد و منظوری ندارم. میدونید خواستم یه لحظات فانی رو، یه لحظات در واقع شادی رو ایجاد کنم، اون آدم هم استفاده کنه. همین، واقعا هیچ چی دیگه نیست. بابا چه زهری؟ چطور میتونه مثلا یه شوخی آخه زهر داشته باشه؟ میشه شما بگی؟ در مورد مسائلی که مثلا تعریف کردم برای بعضی از دوستانم، ولی اونا به زبون شوخی با شوخی کردن، در صورتی که اون مسئله خیلی برای من جدی بوده. مثلا یه مشکل یا نقص توی بدنش داشته باشه، اونو هی مثلا تکرار بکنه. خب این دیگه واقعا برمیگه به شعور. اون آدمی که این کارو میکنه بیشوره. میتونه از خلاهای درونی یکی بیاد، میتونه از احساسات منفیش نسبت به روزمره بیاد، نسبت به اون شخص مقابلش بیاد، و مرز باریکی وجود داره بین طعنه و یا کنایه یا همون تمسخر. آدم میتونه خیلی راحت از این مرزه بپره اونور و طرف مقابلش رو ناراحت کنه. چه چیزی که بعدتون میاد با شوخی بشه؟ مثلا یه چیزی واسه دوستتون میگید بعد اون با شوخی خیلی ناراحت میشه. نجات پرستی خوبه؟ رنگ پوست این دوست ندارید؟ نه باش زیاد شوخی میکنیم آخه اینجوری. من شوخی فیزیکی رو واقعا نیستم. ازم خیلی کار فولیه. یعنی جزء همون شوخیاییه که از نظر من رو خنده نیست، خیلی بیشتر روی اون کینه هست شوخی فیزیکی.
میشه شوخی دیگه هم داشت، ولی تا جایی که مثلا ظاهر اون آدم رو مسخره نکنی یا راجع به بدنش یا راجع به عقیدهش یا اخلاقایی که داره، اگه مثلا اونا رو زیر سوال نبری، اون شوخی میتونه خوب باشه. حالا ببخشید ترک نیستی که یه جوکی بگم بدت نمیاد. یه ترکی رفت دکتر، گفت آقای دکتر، گفت بله، گفت انگشتم هر کجا میذارم درد میکنه، سرم میذارم درد میکنه، پام میذارم درد میکنه، شکمم میذارم درد میکنه، دستم میذارم درد میکنه. دکتر اینو معاینه کرد، گفت آقا انگشتت شکسته، وجود شما سالمه. آقای محترم شما فکرت مریضه، خودت سالمه، باشه عوض کن فکرت آقا.